تلفن بریم. اوکیه. خب یه سال پیش من می‌خواستم ویدیو بذارم از تابستون، برای اینکه تو سفر بودم و نشد. ایده مختلفی بود نشد. الان شروع میکنیم. چیزایی که من میذارم، یک نه به شخص خاصی مستقیما اشاره‌ای دارم، یعنی نه واسه هیچ کس، و لطفاً هیچ کسی هر حرفی که میذارم رو به خودش نگیره. ویدیوهای من طرز خاصی یا ماجرای خاصی رو دنبال نمی‌کنه و پیرامون اتفاقاتی که میفته و من دوست دارم اونا رو اجرا بکنم. همین رو بریم تا بقیه‌اش رو تو بعد ویدیو بعدی یادم بیاد، اگه یادم اومد بهتون میگم. خب چیزی که میخوام اول راجبش حرف بزنم چی، بذار یک سر به دفترچه بزنم، چیزی ننوشتم، گفتم بدایه بیام. میخوام یه داستانی رو تعریف بکنم. در اصل داستان میرسیم به داستان نمیدونم چه داستان، دنیا دستی وکیه جلو دوربین اینجا از این حرفا. خب آقا داستانیه که ما تظاهر میکنیم. من تظاهر کردم که هیچ داستانی ندارم، در حالی که منم یعنی خودم داستانم جلوی کلی داستان دارم. میتونم مثلا برای اولین بار مثلا تعریف کنم چجوری مثلا با یکی از دوستان واسه اولین بار سوار قطار شدم و رفتم به شب آبشار سنگنو. کاوه چطوری؟ موقعی که با کاوه سوار قطار شدیم، یک کاوه یک دقیقه دقیقاً قطار رسید و یک دقیقه مونده بود حرکت کنه. دیدم یکی همچنان مثل یوز پلنگ ایرونی میدوه و داره وارد سالن انتظار قطار میشه و قطار هم رسید. بعد اومد. بعد خیلی ریلکسیمون جالب بود. رفته بودیم تو قطار دراز کشیدیم، خوابیده بودیم، صندلیام اتوبوسی بود، نهایت بی شخصی بود. ولی من شما اینو معذرت میخوام. این داستان خب از اون داستان اصلا چی میشه مثلا همچین چیز رو تصور کرد؟ این که اگه مثلا قطار نمیرسید چه اتفاقی میافتاد؟ هیچ اتفاقی نمیافتاد. نتیجهش این بود که منتظر قطار بعدی، یعنی عجله‌ای نمی‌کردم. یعنی اون زمان فکر می‌کردیم باید عجله کنیم، ولی الان میگم و الان که اینجا نشستم مثلا این داستان رو تعریف میکنم، میگم که نباید عجله میکردیم. مثلا اگه قطار نمیرسید شاید ما به یه ماجرای دیگه خونده میشدیم. همین هفته پیش بود با یکی از دوستا و داداش کوچیکم رفتیم سمت آبشار گزو. رفتیم از سمت جمشید آباد هم رفتیم بالا. آقا ماشین پیکان بود. رفتیم یه 8 کیلومتر رسیده بود و تو جاده جنگلی و خاکی و سربالایی که داشت دیدیم جنگل بودی جلو رو خاک ریخته بسته. خب ما که کم نیاوردیم، به جای یک پاترول زحمت کشید و رفته بود. ما از اونجا یه ذره مونده بود فقط خلاصه ماشین پرچه پای دو تا چپک هم بزنه، اما به لطف راننده حرفه‌ای بود که واقعا رانندگی میکرد رد کردیم. 1 کیلومتر رفتیم جلوتر دیگه جوری واسه همون چیده بودن که ما اونو برگشتیم رفتیم سمت زال هم رفتیم دیدیم نه آبش تمیز نیست، خیلی شور بوده. داداش ما گیر داده بود آقا من میخوام آبتنی کنم. گفتم کجا بریم خودمون رو آبتنی کنیم؟ 3 نفر آدم خسته تو اون گرمای تابستون، گزو رفته، زال رفته به سمت کجا؟ اسمش یادم نیست. زندگی همین، هیچی یادت نباشه، سخت نگیر دنیا رو. اسم یه آبشار یادت رفته. واقعا الان من باید راست کنم با تأسف بکنم. بله آبشار بسیار زیبایی بود. رسیدیم و داداشمون و دوستم من لش کردم یه جایی، اینا رفتن سمت آبشار برگشتم و تو رودخونه هم یک سر زدیم.
بعد اینا شیرجه میزدن. بذار این داستان رو واسه تعریف کنم. اونجا روز خونه بود یک جا اون داشت تقریبا شیرجه رو اینا میزدن. من شیرجه نمیزدم. من تا تو تربیت هر جا شیرجه زدم یا کونم ببخشید باسنم خورده یا زانوم خورده، خسته شدم. اونجا آخه اینا اینقدر اصرار که میگفتم آقا من دیگه پرم، اونا میگفتن نه ترس، میگفتم بی خیال باش. پریدم بفهم دو تا زانو ماسون این جواب میده منه کاره؟ والا خب این هم به همون مبدا. مثلا ما اونجا اگه گزور مثلا میگفتیم پیاده میرفتیم بالا 8 کیلومتر هم مونده بود اسکول میشدیم، مثلا شفت کسی میرفتیم بالا همش شکلی، مثلا ممکن بود زالو نریم. خب این آبشارا واقعا اسمش یادم نیست، ممکن بود هم نریم. بعد میگم تمام اینو یادم، ولی اینکه یادم نیست باید بخورم میگم بیخیال شو، حواست رو از این موضوع دور کن که یادت نیست. خب یادت نیست، دنیا اگه تمام شده یادت نیست. ولی میگم به حافظه من واقعا ماهی اصلا امیدی نیست این حافظه. دقیقا یعنی اون روز ما از دیسیپلین و برنامه خاصی مثلا رعایت نکردیم. و اینکه آخر هفته بودم شلوغ بود، معمولا مردم هم اینا دیگه شنبه تا پنجشنبه کار میکنه، جمعه آخر هفته رو میرن بیرون. من خودم هیچ وقت همچین سبک زندگی رو نمیپسندیدم، ولی فعلا یه همچین سبک زندگی دارم. یعنی فکر کنم یه سبک زندگی متنفرم که همون سبک زندگی رو دارم که برمیگرده به آزادی. یعنی تو در مبنای آزادی نیستی. نمیدونم شاید هیچ کمتون منظور رو بگیرید. این که مثلا از شنبه تا پنجشنبه یه وقت آزاد نداری یعنی آزادی نداری و این خیلی بده. یعنی اینکه ما هممون شدیم یه موشهای آزمایشگاهی، یعنی هستیم، من هم هستم. یعنی کسی نمیتونه راهی پیدا کنه و که اگه کسی همچین راهی رو پیدا بکنه واقعا دمش گرم، چیز دیگه. چون میدونی چون اگه به همچین سبکی بخوای برسی باید به یه خلایی برسی، اون خلاه رو بتونی حس کنی. یعنی با اون خلاه تو آزادی، یعنی اون خلاه باعث میشه که همیشه رو تو آزادانه فرض میکنی. آره ولی هنوز به داستان خاصی نرسیدیم. اینا داستانهایی بود که تعریف کردم، ولی از مبنای ماجرا تا اینجا داستان داریم ما. و من هیچ وقت هم نگفتم هیچ کدوم از اون داستان‌ها تموم شد. من همیشه پایان‌های باز دوست دارم. شاید مثلا پایان باز که دوست دارم فکر میکنم که به اون آزادیه میرسه. شاید بخوام با این پایان‌های بازی که واسه خودم توی زندگیم گذاشتم بگم آره من آزادم که مثلا خیلی کارا رو بکنم. چرا؟ چون من به خیلی چیزا پایان ندادم و اون پایان‌های بازیه. و شاید این شکلی مثلا بگیم که آقا من خودخوام، ولی فکر نمی‌کنم. میدونی یکیش برمیگرده به جرأت خداحافظی کردن. من خیلی از این استقبال میکنم ولی در واقع من هیچ وقت خداحافظی نکردم با این چیزی. اگه کردم به زبون بی زبونی بوده. حالا دیگه مثلا میتونم اشاره بکنم به پایان های باز، مثلا دوستان یا رفقایی که دیگه نمیبینمشون. معمولا الان من اصلا این هفته هیچ کس رو ندیدم. آره نه کسی رو ندیدم. دیدم؟ ندیدم. نه دیدم، یه نفر دیدم. چکر آره یه جوری نشسته بودیم رفته بودم یکی از دوستام سربازیش تموم شده بود ببینمش، خیلی وقت بود ندیدمش. بهم گفتش که معلوم نیست آخرین خداحافظیه که شاید این دیدار آخرین خداحافظی ما باشه.
فکر کنم بدبخت تازه از کام اومده بود بیرون، چطوری کام زده. بعد جملات فلسفی میگفت، ولی فکر کنم راست میگفت، چون بعد از اون که اون روز دیدمش دیگه ندیدمش و معلوم نیست پایان من اون چی شد و اینم برمیگرده به یه پایان باز. خودش افتکاست میری به هکست پیام میدی برمیگردی بهش و اون داستانی که خودت فکر می‌کردی تموم شده است. پس نمیتونی بگی که تو هیچ پایان بازی نداری، تو هم پایان‌های خیلی بازی داری. اسم میکنم حالا تبدیل شدم به این چیز آقای خیابانی، فلسفه های بی‌وفا که خودم ازش خبر ندارم. آب بخورم تشنم شد. هرچند اینجا خیلی جمع پسرمونه نگی تشنتونه و اگر اون آبی که بهتون میدم آب تصویص شده مایی سفید. بعد آره بعد یکی اینو مثلا مبنای آزادی و داستان ها و اینجور چیزا بود دیگه. الان یکم تفرقم رفتم در موردشون و من یه سبک زندگی انتخاب کردم که از اینا بهره گرفتم که بسازمش، که من همه اینا رو دارم. من کارمو که شغلم حساب میشه دارم، ولی به عنوان چیزی دارم که دوستش دارم. من الان یکی از کارهایی که میکنم مربوط به کارهایی که ساختمونیه. من اصلا قبلا علاقه به کار ساختمونی نداشتم و جدیداً خیلی علاقه پیدا کردم میتونم بگم. و اینکه یکی دیگه از بیزنسام که اونم یه 2 3 سالیه من انداخته تو چالش من به سوددهی نرسیده و بیشتر سرمایه‌ای که من در میارم داره سمت اون میره و داره من واقعا فنا میده. من بهتون میتونم بگم واقعا ته چاهم، ولی دارم خودمو بالا میکشم. حالا زندگی میدونی چی میگه؟ گره تو خیلی خوشبختی چرا تیکین که پالا کنه. این امینا رو به من میگه. ببینید آره این سبک زندگی کارو مثلا یه جورایی کارایی انجام میدم که دوست دارم انجام بدم. اینجوری نباید باشه که بگی آره خب من اصلا هدفم یه چیز دیگه است. در کم کارهای کوچیکی که ما انتخاب کنیم واسه انجام دادن بذرهایی که واسه 10 سالگی میکنیم و من الان دارم بذرهایی رو درو میکنم که اینجا 10 سالگی کاشتم و این موضوع رو اگه کسی اون موقع به من میگفتن هرکی خیردگی نخیر فرق داره. اینجایی که میگم به نصیحت‌های بزرگتر گوش کنی، ولی یکی بیاد اینجا به من نصیحت کنه اصلا اعصابم نمیکشه، در واسش باز میکنم میگم فرق میکنه. هم نصیحت هم انتقاد. زیاد آدم انتقاد پذیری نیستم، بودم ولی دیگه نیستم. چون کسی که میاد تو رو انتقاد میکنه از دیدگاه خودش داره تو رو انتقاد میکنه، ولی تو دیدگاه خودت رو داشتی که یک سری کارا رو رفتی انجام دادی و یه سری اخلاقیات و خصوصیت‌های خاصی داری. یعنی این اخلاق و خصوصیت ها هستن که تو رو میسازن. تو هستی که لباس رو میسازی. خب ولی کسی دیگه فکر این دیدگاه رو داره که لباس تو رو میسازه. به همین اصول به چی میخوای برسی؟ سبک زندگی. رسید به کار که کار رو من توضیح دارم و روتین بیدار شدن و خوابیدن همونیه که دوست دارم، همونیه که میپسندم. خب در این شرایط زمان و در این حال این موضوعی که من میگمه مثلا در این حال میپسندم مثلا واسه چند ماه دیگه. خب از اونجایی که میدونم کلا در حال پیشرفتم، چون تو بدبختی هم گیر کنی داخل 1000 جو ماجرا بیفتی کلا باعث پیشرفتت. چون هر دفعه تو متوجه یه موضوعاتی میشی و به خاطر همینه که کلا آدم‌ها در حال پیشرفتن و دوباره به این برمیگرده که تو با چه دیدگاهی اون منظری که نگاه میکنی رو بپذیری. اینکه درس ها تو بگیری، درد ها تو بکشی
تو هیچ وقت تو دردا رو نباید فراموش کنی، دردا رو باید با روش و تن و وجودت حس کنی، مثل یه آدم مازوخیست ازشون لذت ببری تا بشه باعث پیشرفت تو. و یکی از دردهایی که داشتم این که اتفاقاتی واسه من افتاده تنهایی نمیتونستم جنگل برم و یه جور ترس بود تو من و هر دفعه که میخواستم برم برنامه‌ام تغییر میکرد، یه اتفاقی میافتاد، خواب میموندم نمیرفتم. تقریبا بیشتر جنگلایی که رفتم رو شبش نخوابیدم چون همیشه خواب میبودم. خیلی آدم پاندایی هستم. هر چجوری من تونستم این ترس رو بشکنم؟ یه روز کلم رو انداختم پای رفتم. اتفاق خاصی هم نیفتاد، خوش گذشت. آره، ترجیح میدم این ویدیو رو واسه همینجا بس کنم و نمیخوام ادامه بدم. و از اونجایی که گفتم باشه به پایان‌های بازم، تمام پایان‌های این حرفایی که اینجا زدم بازه. لطفا دست به انتقاد از من نزنید. ماچ